بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید و بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما دوستداران کلام الله منان. در برنامه گذشته از مجموعه برنامه‌های آموزش روحانی قرآن کریم در خدمت شما خوبان عزیزان به بررسی علامت ساکن پرداختیم. علامت ساکن بسیار مهم هست، نحوه تلفظ این علامت و علاوه بر مهم بودن خودش از یک بعد دیگه هم مهم هست، چون فهم یکی دیگر از علامت‌های موجود در کلام الله مجید در نوشته های آیات قرآن کریم، یعنی تشدید، هم بستگی داره به فهم ساکن. به همین خاطر چون در برنامه امروز قصد داریم به همراه شما عزیزان درباره علامت تشدید صحبت بکنیم، به همین خاطر یک بار دیگه درباره ساکن صحبت خواهیم کرد. در برنامه گذشته به تفصیل درباره ساکن صحبت کردیم، اما به خاطر اینکه مدخلی است برای داخل شدن به فهم علامت تشدید، مراجعه می‌کنیم درباره علامت ساکن چه گفتیم در برنامه گذشته تا بهتر بتونیم که علامت تشدید رو متوجه بشیم که چرا تشدید باید این گونه تلفظ بشه. در برنامه گذشته علامت ساکن رو برای شما عزیزان معرفی کردیم، شکلش رو با هم ببینیم. این علامت ساکن بود. در برنامه گذشته گفتیم که یا به این شکل یا به این شکل علامت ساکن رو خواهید دید و غالبا بیشتر به این شکل، در مخصوصا نسخه های معروفتر این شکل دیده میشه و بالای خط قرار میگیره، بالای یک خط قرار میگیره علامت ساکن. و خلاصه کردیم گفتیم که علامت ساکن همونطوری که از اسمش معلوم است، ساکن یا سکون، نشانه از عدم تحرک داره. اصلا ساکن یک شی ساکن یعنی چی؟ یعنی حرکت نداره. چون حرکت نداشت نیاز داشت به این که ما از ما قبلش کمک بگیریم. حرکت ما قبلش، حالا فتح، کسره و یا ضمه، هر چه که بود، برای خواندن ساکن حرفی که یک حرفی از عربی که روش علامت ساکن هست چطور خوانده میشه؟ با کمک آخرین حرکت ما قبل. از پشت سر گویی که ما این رو هل میدادیم، کمک میگرفتیم از حرکت ما قبل، میچسبونیم اب، ات، اث، اج، اه، اخ، مثلا نمونه هایی که ما به تفصیل درباره صحبت کردیم. اما علامت دیگری هست که خیلی از عزیزان درباره این علامت سوال دارن، علامتی به نام تشدید. شکل علامت رو با هم ببینیم. در قرآن کریم این علامت رو ما مشاهده میکنیم به این شکل، 3 تا دندانه به سمت بالا که بهش گفته میشه تشدید. بعضی شده هم بهش میگن، شده یا تشدید. تشدید این علامت در قرآن کریم به 3 شکل مختلف میاد. بالای حرف هم نوشته میشه، اگر این رو یک حرف فرض بکنیم بالای حرف میاد. به 3 شکل مختلف مشاهده میکنید این علامت رو. این شکل های مختلف بالای حرف هستن، هر 3 تاشون هم. این گفتیم این خط پایین رو شما یک حرف فرض کنید. این علامت به همراه یک فتحه، این علامت به همراه یک کسره و یا این علامت رو به همراه یک ضمه ما مشاهده میکنیم. به 3 شکل تشدید در مصحف شریف پیدا میشه. انواع تشدید به این 3 شکل هستن: یک فتحه، یک کسره و یا یک ضمه. فتحه بالاش، کسره زیرش یا ضمه بر روی خودش داره. این علامت تشدید هست که به این 3 شکل یافت میشه. به این 3 شکل میبینیمش. تنها به اون شکل اولی که ما دیدیم به این شکل نیست، بدون علامت نیست. این خود تشدیدش هست، اما غالبا به همراه یک فتحه یا کسره یا ضمه مشاهده میشه و بالای حروف هم نوشته میشه. اما چرا اصلا بهش گفته میشه تشدید و چی هست تشدید؟ خود تعریف تشدید به ما کمک میکنه در فهم چگونه خواندنش. علامت تشدید در معنا یعنی شدت گرفتن، یعنی تقویت شدن، یعنی تکرار. در بحث روحانی تشدید به معنای تکرار است. ما در قرآن کریم کلماتی رو داشتیم که این کلمات از یک جنس بودن، 2 تا پشت سر هم،
احیانا یکی ساکن بوده اولیش، 2 تا نون، 2 تا قاف، 2 تا لام، 2 تا با، 2 تا غین مثلا، که اولی ساکن بوده و دومی حرکت داشته. به خاطر اینکه 2 بار یک حرف رو ننویسیم، آمدیم 1 بار نوشتیم و اون حرکتی که داشته گذاشتیم. اون 1 باری رو که حذف کردیم و ساکن بود، به جاش یک علامت تشدید گذاشتیم. کمی شاید در ظاهر سخت باشه، اما با مثال خود موضوع بهتر جا میفته. بریم سراغ مثال. با مثال این موضوع رو توضیح بدیم که چگونه این تشدید اصلا ایجاد میشه و چرا بهش میگیم تشدید. این مثال رو با هم ببینیم. مثلا تشدیدی که یک علامت فتحه روی خودش داره، به این شکل ما در قرآن کریم میبینیمش. به این شکل. آنچه که در مصحف ما میبینیم این شکل هست. یک الف داریم ا، یک نون داریم که روش یک علامت تشدید هست با یک فتحه. یک نون، علامت تشدید و یک فتحه. این رو چطور بخوانیم؟ ببینیم که اصل این چطور بوده. اصلش رو که فهمیدیم بهتر میتونیم بخوانیمش. ما در اصل همچین کلمه‌ای داشتیم سمت راست. ما کلمه‌ای داشتیم به این شکل. ان نه. یک الف داشتیم ساکن، 2 تا نون داشتیم. نون اول ساکن بود. نون دوم حرکت داشت. فتحه. به جای اینکه به خاطر اینکه ما 2 تا نون رو هر 2 تا رو ننویسیم، آمدیم اولی که ساکن بود حذف کردیم، این رو ننوشتیم. اینجا ببینیم یک نون بیشتر نیست. یک نونیه که فتحه‌ای هم داشته برای خودش. همین نونی که فتحه داشت سر جاش هست اینجا هنوز. فرق این و این تعبیر سمت راست و سمت چپ یکی رو داشت. نوشتنشون چه فرقی داره؟ ما اینجا یک نون ساکن داریم که اینجا نمیبینیمش. این نون ساکن رو حذف کردیم. نونی که فتحه داشت سر جای خودش هست. به جای اینکه این نون رو دوباره بنویسیم، یک علامت تشدید گذاشتیم زیر فتحه اینجا. این علامت تشدید اینجاست. این علامت تشدید دلالت میکنه بر آن نون ساکنی که حذف شده. یا به تعبیر ساده تر، ما 2 تا حرف داشتیم از یک جنس، 2 تا نون، 2 تا سین مثلا در مثال پایین، 2 تا فا مثال پایین ترش، 2 تا میم در مثال پایین تر. یکی اولی ساکن، دومی حرکت داره. الان هر 4 تا مثالی که ما اینجا میبینیم، 2 تا حرف، 2 تا نون، 2 تا سین، 2 تا ف، 2 تا میم، اینجا اولی ساکنه، دومی حرکت داره. حالا این حرکت میتونه فتحه باشه، میتونه کسری یا ضمه باشه. اینجا مثال های فتحهش هست، مثال ضمه و کسرش هم میاد. ما برای آسان تر نوشته شدن، برای اینکه تکراری در نوشته نداشته باشیم، اولی که ساکن حذف میکنیم، حذف کردیم، دومی رو نگه داشتیم با همون علامتی که داره فتحش. برای اینکه نشان بدیم یک چیزی حذف شده که ساکن بوده، یک علامت تشدید گذاشتیم. پس هر جا تشدیدی دیدیم روی هر حرفی، الان اینجا تشدید روی نون یعنی اینکه در اصل 2 تا نون داشتیم. یک نون اولی ساکن و نون دوم یک حرکت داشته. کن حرکت رو ما همیشه همراه تشدید داریم، یا فتحه یا کسری یا ضمه. به همین خاطر برای خواندن تشدید ما اون حرفی رو که روی او تشدید هست 2 بار میخوانیم. اینجا روی نون تشدید هست، نون رو 2 بار میخوانیم. اینجا روی سین تشدید هست، سین رو 2 بار میخوانیم. اینجا روی ف تشدید هست، ف رو 2 بار میخوانیم. چرا؟ چون در اصل 2 بار بوده. 2 تا ف داشتیم، 2 تا سین داشتیم، 2 تا نون داشتیم. اولی ساکن، دومی حرکت دار. مثال رو با هم ببینیم. ان نه، در اصل این بوده ان نه، 2 تا نون اولی ساکن، دومی فتحه داشته. ان نه، مس س، کف ف، ثم م. اصلشون اینطور بوده. برای پرهیز از تکرار 2 تا حرف نوشتنش پشت سر هم، اولی رو حذف کردیم، دومی سر جاش هست، یک علامت تشدید گذاشتیم فقط. ان نه شد این. ان نه، مس س، کف ف، ثم م. انشاءالله که عزیزان روی این دقت کرده باشن. پس تشدید رو با این مثال بهتر جا افتاد. تشدید در اصل 2 تا حرف از یک جنس کنار هم قرار گرفتن. اولی ساکن بوده، دومی حرکت داشته. حالا حرکت فتحه، کسره یا ضمه، هرچی. اولی رو حذف کردیم، دومی سر جاش هست هنوز. برای اینکه نشون بدیم یک چیزی حذف شده، یک علامت تشدید گذاشتیم.
این علامت تشدید نشان از این داره که این حرفی که روش تشدید هست در اصل دو تا بوده، اولی ساکن. شمایی که میخواید بخونی اول باید اون ساکن رو بخونی، یعنی حرف ماقبل رو میچسبونی به این حرف به صورت ساکن. دوم باز دوباره همین حرف رو با اون علامتی که داره میخونیم. بریم سراغ مثال بعدی. این مثال تشدید با کسره هست. همون حکایت اینجا تکرار میشه، فقط فرقش اینه که اینجا حرف دوم کسره داشته. رب ب. ما همچین کلمه‌ای داشتیم، دو تا ب بوده پشت سر هم، اولی ساکن دومی کسره داشت. اولی رو حذف کردیم، دومی با کسرهش سر جاش محفوظه. این ب کسره در تشدید اینجا زیر تشدید نوشته میشه احیانا، بعضی جاها زیر خود حرف مینویسن. این کسره که زیر ب بود الان زیر تشدید رفته، بازم اینجا کسره است، این فتحه نیست چون زیر تشدیده. اگه بالای تشدید بود میشد فتحه، وقتی زیر تشدید نوشته میشه دیگه کسره است. کسره زیر تشدید، فتحه بالای تشدید. شما نگاه نکنید که زیر حرف اینجا کسره، اصلش باید زیر حرف باشه مثل اینجا ب. اما وقتی که تشدید میاد به خاطر اینکه کنار هم نوشته بشن زیر حرف، بعضی از مصحف‌ها هنوز هم کسره رو زیر حرف می‌نویسن، زیر تشدید نمی‌نویسن، اما غالبا زیر تشدید نوشته میشه ولو اینکه بالای حرف هم باشه. اینجا کسره است، این کسره سر جاشه، ب با کسرش، این ب اینم کسرش. ب اول حذف شد، به جاش یک تشدید گذاشتیم. به همین خاطر در هنگام خواندن تشدید دو بار می‌خوانیم. یک بار ر رو میچسبونیم به ب که ساکن بوده اینجا و حذفش کردیم. رب. یک بارم با اون کسره‌ای که هست هنوز ب. رب ب. رب ب. کل ل. کل ل. دو بار میخونده شد، درسته؟ اصلش این بود دیگه. الان این رو ما چطور میخوانیم کل رو؟ در قرآن ما این رو نمیبینیم، سمت راستی ها نیستن. اینها رو من خاطر نوشتم تا متوجه بشیم که اصلش چی بوده و چرا اینطور نوشته میشه. دو تا لام بوده، اولی ساکن دومی حرکت داشته. برای آسان تر نوشته شدن و پرهیز از تکرار لام اول رو حذف کردیم، لام دوم سر جاشه. برای اینکه نشون بدیم یک چیزی حذف شده، یک تشدید اینجا روی لام گذاشتیم تا متوجه بشیم که این دو تا لامه. هر جا تشدید دیدیم اون حرف دو بار خوانده میشه، یک بار با حرف ما قبل، یک بار با حرکتی که خودش داره، کل ل. پس یک بار دیگه دقت بکنین عزیزان، هر جا که تشدید دیدیم، قاعده خواندن تشدید، یک بار به همراه حرکت ما قبل به صورت ساکن کل، یک بارم به همراه حرکتی که خود لام داره ل. کل ل. شر ر که اینجا هم همونطور خوانده میشه، شر ر. فصل ل. فصل ل. این نمونه تشدید به همراه کسره. بریم به سراغ تشدید به همراه ضمه. تشدید به همراه ضمه، تشدیدی وقتی روش ضمه بیاد، بازم حکایت همون حکایت، فقط فرقش اینه که اینجا علامت ضمه است به جای کسر و فتحه، اما حکایت همون حکایت. دو تا حرف از یک جنس، اولی ساکن دومی حرکت داره. برای ساده تر نوشته شدن حرف اول که ساکن بود رو حذف کردیم، حرف دوم با ضمه‌اش سر جای خودش باقی است، اینجا یا و ضمه‌اش. این تشدید رو که اینجا گذاشتیم دلالت میکنه بر حذف اون یای ساکن. به همین خاطر همیشه تشدید دو بار خوانده میشه، یک بار با حرکت ما قبل ای به صورت ساکن ای تا این ساکن رو بخونیم ای، یک بارم اون حرف دومی با حرکتی که داشته یو ای یو ای یو ضمه سر جاش. اینجا یا فر، یک بار ف میچسبه به را به صورت ساکن، یک بارم با ضمه خونده میشه یا فر رو. یا فر رو چون در اصل همین گونه بوده، یا فر رو. اینجا هم تشدید اشد دو، اشد دال بعد تشدید بشه، یعنی دو بار خوانده بشه، یک بار به صورت ساکن با آخرین حرکت ما قبل، یک بار به صورت ضمه دار چون حرکت ضمه داره، همون چیزی که در اصل بود. یک بار به صورت ساکن اشد دو، اشد دو. همین مثال رو در کلمه پایین هم داریم. اینجا ز رو دو بار باید بخونیم، تشدید که داشت، هر حرفی که روش تشدید داشت اون حرف دو بار خوانده میشه، یک بار به کمک حرکت ما قبل به صورت ساکن از، یک بار به همراه حرکتی که خودش داره زو، از زو چون در اصل همینطور بوده، از زو. بریم سراغ مثال های بعدی. در این مثال ها الان ما دیگه اصلش رو ننوشتیم، فقط همان چیزی که در مصحف دیده میشه رو آوردیم.
اما میدونیم که دیگه تشدید رو چطور باید بخونیم. بریم مثال اول. تا، این فتحه است، اینم فتحه. صدای میگیره. تا. این ت تشدید داره. یعنی چی؟ این ت وقتی که تشدید داره، تشدید این ت به این معناست که این ت 2 بار باید خوانده بشه. یک بار به صورت ساکن با حرکت ما قبل تت، یک بار با حرکت فتحه خودش تا، تت تا، تت تا، تت تا. اینجا 3 تا ت در است. یک تی که فتحه داره، یک تی که ساکن بوده و حذف شده، یک تی دیگه که باز فتحه داره. تت تخذو، اتت تخذو، اتت تخذو. عزیزان برای تمرین عجله نکنید، ولی اینکه بار اول و دوم سوم متوجه نشدید، اما تمرین ادامه بدید. فقط بدونید که هر جایی که تشدید است 2 بار خونده میشه. اینجا ما ر فتحه داره، ر، ب کسره داره. کسرهش رو گفتیم وقتی تشدید بیاد کسره زیر حرف نوشته نمیشه، زیر تشدید نوشته میشه. وقتی جای تشدید بود کسره تشدید زیر حرف نوشته نمیشه، غالبا زیر خود تشدید نوشته میشه. تشدید داره، باید 2 بار بخونیم. یک بار به همراه حرکت ما قبل به صورت ساکن رب، یک بار به همراه حرکت خودش که کسره است ب، رب ب، رب ب کم، رب بکم. اینجا هم ساکن با کمک ما قبل خوانده میشه، کاف میچسبه به میم. رب بکم، رب بکم. مثال بعدی. لا ام، ساکن به همراه ما قبل خوانده میشه. لا ام، لا ان. نون تشدید داره، 2 بار خوانده میشه. هر حرکتی که هر حرفی که علامت تشدید داشت 2 بار خوانده میشه. یک بار به همراه حرکت ما قبل، آخرین حرکت ما قبل، یک بار به همراه حرکت خودش. لا ام، لا ان، نه، ان نه. 2 بار نون خونده میشه. دقت کنید، یک بار ساکن میخونم ان، یک بار به همراه حرکت خودش که فتح است. نه، ان نه، لا ام لا ان نه. مثال بعدی. یا حظ، حظ، واد 2 بار خوانده میشه. یک بار به حرکت ما قبل حظ به صورت ساکن، حظ، یک بار مضمه خودش ضو، یا حظ ضو، یا حظ ضو، یا حظ ضو، یا حظ ضو. مثال بعدی. تو حد، ه میچسبه به دال، چون دال که تشدید داره باید 2 بار خوانده میشه. یک بار به همراه فتحه ما قبل به صورت ساکن حد، یک بار با کسری که داره، کسری که زیر تشدیده د. تو حد دثو، تو حد دثو، تو حد دثو. مثال بعدی. یو که یک ضمه داره میشه یو، که کاف فتحه داره میشه که. زال تشدید داره یعنی 2 بار خوانده میشه. یک بار به همراه حرکت ما قبل کاف به صورت ساکن کذ، یک بار با کسری که خودش داره ذ، کذ ذ، یو کذ ذ بو، یو کذ ذ بو، یو کذ ذ بو. مثال بعدی. سب، به که تشدید داره باید 2 بار خوانده میشه. این قانون رو بارها تکرار میکنم تا عزیزان خوب حفظ بشن. قانون خواندن تشدید. هر جا تشدید دیدید چه فتحه چه کسره چه ضمه داشت، آن حرفی که تشدید داره 2 بار خوانده میشه. یک بار به همراه حرکت ما قبل به صورت ساکن، حرکت ما قبل میچسبه به اون سب، یک بار به همراه حرکت خودش کسره ضمه و یا فتحه‌ای که داره ب، سب به. اینجا سب به، اینجا هی باز چون خودش ساکنه نیاز به آخرین حرکت ما قبل داره که آخرین حرکت ما قبل کسره با هست که زیر تشدید نوشته شده. به، سب به، سب به. مثال بعدی. تا فر را، ببینیم را 2 بار خوانده میشه. یک بار با ف، یک بار با حرکت خودش. فر را، فر را، تفر راقا، تفر راقا. مثال بعد. تا نه زا، اینجا 2 بار باید خوانده بشه. یک بار به همراه حرکت ما قبل به صورت ساکن، یک بار به همراه فتحه‌ای که داره. تا نز ز، تنز زلو، تنز زلو. مثال بعد. ف ب، شین تشدید داره 2 بار باید خوانده بشه. یک بار به همراه حرکت ما قبل به صورت ساکن بش، یک بار به همراه کسری که خودش داره، کسری که زیر تشدیده گفتیم
علامت کسره یک حرفی که تشدید داشت علامت کسرش زیر تشدید نوشته میشه نه زیر خود حرف. بش شه بش شین الان دوبار خوانده شد، یک بار با ب بش، یک بار خودش با کسره خودش شه بش بش شر. اینجا ر ساکن داشت علامت ساکنش رو از پیش ما افتاده، یک علامت ساکن اینجا هست بش شر، چون ر ساکن هست باز شین میچسبه به را علامت ساکنش افتاده. بش شر هم بش شر هم. مثال بعدی زوب به جت زوب به جت زوب و حرکت واو اینجا دوبار خوانده میشه، یک بار به همراه ضمه واو ضمه ببخشید زا زوب، یک بار به همراه کسره خودش زوب به جت زوب به جت. مثال بعدی تا نف ف دوبار خوانده میشه، یک بار به همراه نون به صورت ساکن نف، یک بار به همراه فتح خودش ف تنف فسه تنف فسه. بریم سراغ مثال های بعدی تا بهتر جا بیفته این تمرین تشدید ما. او تا تشدید داره دوبار میخونیم، یک بار با عین ما قبل به صورت ساکن ات، یک بار با کسره خودش ت لت ت هم که میچسبه به فتحه لام ات تلت ات تلت ات تلت. را فتحه داره را، کاف تشدید داره فتحه هم داره. تشدید یک بار به همراه ما قبل خوانده میشه به صورت ساکن، یعنی کاف رو بعد یک بار با را بخونیم، را رو بچسبونیم به کاف به صورت ساکن رک، یک بار با فتحی که خودش داره ک رک ک بک، کاف میچسبه اینجا به ما قبلش به میچسبه به کاف بک رک کبک رک کبک. یا ذو نون تشدید داره، یک بار به همراه ما قبل خوانده میشه به صورت ساکن ظن، یک بارم با ضمه خودش نو ظنو یا ظنو یا ظنو یا ظنو. ثو واو تشدید داره کسره هم داره، یک بار به همراه ما قبل خوانده میشه ثو ثو، یک بار با کسره خودش و ثو و با ثو و با ثو و با ثو و با. مثال بعد ا زا تشدید داره، یک بار به همراه ما قبل بعد خوانده بشه، یک بار با ضمه خودش اعزو اعزو. سب ب ه با دوبار خوانده میشه، یک بار با سین سب، یک بار با فتحش ب سب ب ه سب به سب به سب به. دال هم دوبار خوانده میشه، یک بار به همراه ما قبلش به صورت ساکن قد، یک بار با فتحش د قد د را قد درا قد درا. اینجا هم را دوبار خوانده میشه، را به صورت تشدید دار با فتحه، را چون تشدید داره بعد دوبار خوانده میشه، یک بار با همراه آخرین حرکت ما قبل که فتحه غین است غر به صورت ساکن غر، یک بار با فتحه خودش را غر رکا غر رکا. مثال بعدی رب بو با دوبار خوانده میشه، یک بار با را یک بار با ضمه خودش رب بو هم رب هم. اینجا زال دوبار خوانده میشه، یک بار به همراه کاف، یک بار تنهایی با فتحه خودش کذ کذ ذ، اولی ساکنه کذ، زار یک بار ساکن میخونیم به همراه ما قبل کذ، یک بارم حرکت بهش میدیم کذ ذب کذ ذب. اینجا رو حتما دیگه الان خودتون میگید که کاف چون تشدید داره باید دوبار خوانده بشه، یک بار به صورت ساکن، چون در اصل یک کاف ساکن بوده و یک کاف فتحه دار. این تشدید یعنی معناش اینه دیگه، گفتیم توضیح دادیم تشدید یعنی این حرف دو تا بوده، اولی ساکن دومی فتحه دار، ساکن رو میچسبونیم به ف فک، فتحه دار میشه ک فک کرا فک کرا. در این مثال هم حتما به من خواهید گفت که صاد دوبار بوده، دو تا صاد بوده، اولی ساکن دومی کسره داشته، دوبار خوانده میشه، یک بار با کمک های ما قبل حس، یک بار با کسره خودش س حس سلا حس س
لا. اینها نمونه هایی از تشدید بود. عزیزان انشاءالله که موضوع تشدید رو هم کاملا فرا گرفته باشن و انشاءالله که موضوع ساکن و تشدید، ساکن واقعا این حرکت ما قبل خوانده میشه. تشدید یک مرحله جلوتر از ساکنه. تشدید یک ساکن هست، دو تا حرفی، یکی ساکن که با آخرین حرف ما قبل خوانده میشه و یک حرکت دارم هست که همونطوری که هست خوانده میشه. فقط کافی است برای فهم بهتر موضوع مد نظر از آن باشه که تشدید در اصل دو تا حرف بوده، هر حرفی که روش علامت تشدید هست اون حرف هر چی که هست دو تا بوده، اولی ساکن، دومی حرکت داشته. اون حرکت یا فتحه یا کسری یا ضم است که روی تشدید یا زیر تشدید مشخص میشه. پس برای خواندن تشدید کافی است که ما اون حرف رو دو بار بخوانیم، چون دو تا بوده، یک بار به صورت ساکن به کمک آخرین حرکت ما قبلش، یک بار با اون حرکتی که خودش داره، فتحه، کسره و یا ضمه. این بود معرفی علامت تشدید. انشاءالله که عزیزان در موضوع تشدید هم سوالهاشون حل شده باشه. نیاز به تمرین داره و بارها عزیزان تکرار بکنید. اگر احساس میکنید که براتون موضوعی جا نیفتاده دوباره درس رو از اول تکرار بکنید و گوش بکنید. انشاءالله حتما سوال شما در این مورد پاسخ داده خواهد شد در خلال تمرین و در خلال تکرار. همچنان چند علامت دیگر هم مهم هستند که من و شما نیاز داریم تا اونها رو هم یاد بگیریم تا بتونیم به راحتی هر جایی از کلام الله مجید رو که خواستیم بتونیم بخونیم به راحتی. انشاءالله در برنامه بعد حتما برنامه بیننده خودتون خواهید بود تا آخرین درس هایی که درباره قواعد اولیه روحانی قرآن کریم خواهیم داشت و بعد از اون شروع می‌کنیم انشاءالله سوره های از کلام الله مجید رو به همراه شما عزیزان این قواعد رو به صورت عملی در اونها اجرا خواهیم کرد و به تلاوت اون آیات رو هم خواهیم پرداخت. تا برنامه بعد همه شما عزیزان و خوبان و بله متعال می‌سپارم. الله یارم نگهدار شما.